Hazreti Umar radhiyallohu ta'ala anhu pursidiyan ki hami ihson sadaqa ra hazrat doimo karda isem yo yasolda ya borkinem bisor odamam yasolda ya bordoram doimo karda isem yo yasolda ya borkinem Amir al-Mu'minin mega sukut kardani sar bardoshtand guftan hami gov har roz jush khoba yo yasolda ya bor guftan yasolda ya bor jushem qoq mekna guftan davlat ham amina hami dodan gire ziyod mesha na dode bay qoq mesha همین احسان و صدقه همین هر روز میجوشی که هر روز شیر اومده سای همین هر روز احسان داشته باشی هر روز صدقه داشته باشی ایران نغز دونیم که قسم وقت تیانده خدای پروردگار هوی میکنه میگه برکه ها رو میتیه همین یک گاوی جوش ها رو یک سال یک بار جوشی خوبه یا یک ماده یک بار جوشی خوبه یا هر روز جوشی یک سال میجوشیشه اگر یک هفته نجوش چکار میکنه همون قاق میشوه نیست میشوه همینه عزیزو پروردگار انسانی هسته که همین روز توبهگه عربا میکشه 1000 روبله کار کرده نمیتونه انسانی هسته که توبهگه را ممکن که 100,000 500,000 کار کنه ایره خدا میتیه واللهی همو هم جوان مرده همو هم انسان های همو هم دست داره همو هم پا داره اما 2000 کار کرده نمیتونه یا انسانی هسته در جای ششتگیش میلیون کار میکنه این همه انامینه باید ما فکر کنیم که یعنی خدا های حضرت معاویه میگفته که در روزی که پیش جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدیم از این تپه به این تپه همین خیل غنیمت بود که تا نماز عصر دیدم که حضرت دستاشون شپانده خندیده خانه آمدن پرسیدم که فرستاده خدا چا کرد اینقدر خرسنده گفت چیزی خدا را در راه خدا دادم همین خرسندم که همش دادم چیزی که بود رساندم همون روز گفت من ده رسول اکرم 90 شتر داده بودم برای همین یک دانه نان یک برده نان یک طبق نانی که به خاطر خدا میتی خبری پدر و مادر رو سلقینه همین خشم میمونه همین قدر برای ما و شما منفعت های همین یکی را خدا داده به منفعت ثروت یکی را خدا داده به منفعت علم یکی را خدا داده به منفعت قوه و قدرت همین وقتی شکر ما به جا بیاریم شیطان میشکنه ابلیس میشکنه این شکر